انتظار و حالت امام صادق. چند تا از اصحاب کبار امام صادق میگن سرزده وارد بر امام صادق شدیم، دیدیم حضرت یک لباسی به تن کرده که آستین‌های کوتاهی دارد و روی خاک نشسته مثل زن جوان مرده اشک می‌ریزد. ای می‌فرما سیدی آقای من، غیبت تو خواب از چشمان من نبوده، استراحت را از من گرفت، غمهای مرا دائمی کرده، عزیزان مرا یکی پس از دیگری از من گرفته. ما اصلا متحیر شدیم چه بلایی برای امام صادق سلام الله علیه نازل شده. نشستیم تا حضرت گریه هاشونو کردن، بعد گفتیم ای پسر بهترین مردمان، خدا چشمان شما را گریان نسازد، چه بلایی بر شما نازل شده که این گونه گریه میکنید؟ فرمود تولد فرزندم مهدی را که دیدم، غیبت او را که ملاحظه کردم، طولانی شدن غیبتش را که مشاهده کردم، بعد ارتداد شیعیان را در اصل غیبت او که دیدم، این حالت به من دست داد. مردم بی امام میمانن، هر گرگی میآید اونها را از دینشون از دنیایشون باز میدار. قصه شیعیانمو دارم در اصل غیبت میخورم، قصه تنهایی فرزندم مهدی را میخورم. انتظار یعنی